سلام به همه رفقا، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. آقا فکر کنم دیروز بود که دوتا گان لولی جدید به بازی اضافه شدن و یکیش که MP40 است و اون یکی هم فکر کنم اسمش پارافل است. حالا دیگه دقیق نمیدونم اسمشو، نمیدونم دیروز یا پریروز، ولی گان خفنیه. منم اکانتم چند سالی میشه که اصلا گان لولی نداره، اصلا ما اول زمان گیم، و حالا اومدیم بعد چند وقت یه دونه ببینیم برای اکانتمون گان لولی بگیریم. و اونجوری که من دیدم کل جمعایی که میخواد 1,584 تاه که به 100% اسپین آخر میده، میدونم. حالا میزنیم ببینیم چی میشه دیگه. خب اینم 9 تای اول. و بله رید خیلی عالیه. 29 تا اسپین دوم. و بله اصلا شانسمون عالیه. 49 تا وایسا ببینم این باگی جواب. 49 تا اسپین سوم. باید بیفت بغلش دیگه. خب نداد و بریم سراغ اسپین چهارم که 99 تا. بله بازم نداد، بی نظیره. اسپین جون مادرت بده، ناموسن جون مادرت بده الکی. حالا من جیم دارم، تو که نمیخوایی همشو بکشی. و بله گارنا مامان خیلی دوست دارم، عشق منی. 10 تا جون کلا بکنم میشه اقدارم نمیمونه. و 9 تا. اوه شت، خیلی وحشتناک بود. سگ خورد. اسپین آخر 999 تا بزنن میگه جیم برام نمیمونه. تحتش 200 برام میمونه هفتگی. نه بده دیگه. پشمام بچه بالاخره به اسپین آخر داد، بدت نخور. گارنا یه گوزود شلوارمون کشید بیرون. نیا کن ناموسن باگو نگاه. خب اینم از این. بیایم بیرون رو.